بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. موضوع الدرس الرسالة الثانية، رسالة دوم، رسالة بمعنى مكتوب، خط مكتوب. ثلاث مسائل، سه مسألة يجب على المسلم تعلمها والعمل بها. واجب است بر مسلمان، خواه مرد باشد و خواه زن باشد، خواه آزاد باشد و خواه غلام باشد، آموختن اونها والعمل بها و با اونها عمل کردن. این موضوع است. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، بدان الله تو را رحمت کند، یا که بدان الله تو را در زیر رحمت خود قرار دهد. مفهوم؟ اکنون یک مانده است، اشاره به یکی پایان کردن در تعلیق. وقال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى قوله اعلم. شيخ صالح الفوزان گفته ایستادن که اعلم، سخنی که شيخ محمد بن عبد الوهاب گفته ایستادن که اعلم هذه الكلمة قلنا فيما سبق. این کلمه را درباره وی در درس‌های گذشته گفتیم، یعنی در اول رساله یکم درباره اعلام ما گفتیم. میگویم انها کلمه یؤتی بها للاهتمام بما بعدها. انها یعنی به درستی این کلمه چنان کلمه هست که یا که هست که یؤتی بها، او را آورده می شود، ذکر کرده می شود. او را چیکار کرده می شود؟ ذکر کرده می شود، آورده می شود. برای خاطر چی؟ للاهتمام بما بعدها، برای خاطر اهمیت دادن به ما بعدش. یعنی بعد از این کلمه یک چیز می آمده است، یک سخن می آمده است که باید که اهمیت داده شود. فهمیدید؟ برای ما اعلام که گفت، بعد در کجا که اعلام بیاد، بعد اعلام یک چیزی می بود که ما رو آگاه میکنه که اهمیت ده، یک چیزی ضرور است. بدان گفته اکو سر میشه. مفهوم؟ اهتمام این زنده همزه وصل است، برای همون لیل اهتمام گفته نمیشه، لیل اهتمامی از ماضی مضارعش اهتم، یهتم، اهتمام مصدر میشه. و معناها یعنی معنای کلمه اعلم چیست؟ تعلم وافهم و تیقن. دیدید چه معنی میده؟ اعلم هم تو یک بدون خالی نبوده است. اعلم معناش تعلیم گیر. تعلیم گرفتن شکل میشه؟ تعلیم گرفتن با دیسک و با اینترنت نمیشه. فلانی گفت با بروشورا رو خوندن نمیشه. تعلم معناشه که علم از معلم گرفتن، یا که از شیخ گرفتن، یا که از یک معلم گرفتن. چی میگن؟ تعلیم. برای من شیخ گفته است تعلم، علم آموز. شاگردی شخصی زنده شد، شاگردی کتاب و شاگردی دفتر و شاگردی اینترنت و شاگردی دیسک نشد. چقدر آدم هست که شیخ عبدالولی رو مثلا گیریم دعوتاشون لذت میبره، در روش ریش نیست، در بدنش مثلا گیریم لباسای سنتی نمیپوشد. چقدر آدم هست که مثلا همین شیخ‌های بزرگ کتاباشون خوانده است، مثلا سایتاشون در اومده استفاده بردگی است، لیکن هیچ فایده بردگی نیست. این تعلیم گرفتن است. برای ما شیخ گفته است که معنای علم چی؟ اعلام چیست؟ تعلم، علم گیر. انا کو تصور کنید که این فایده از معلم یا که از استاد یا که از شیخ درس گرفتن بینه که جای نفهمه شد، دیگر مباشرتا میپرسه که بعدی درس میپرسه که شیخ من اینجا نفهمیدم.
اكو تصور کنید که شیخ عبدالولی و دیگر علمای یعنی که دور خود ما یا که شیخ البانی رو دیسکش گوش کنید یا که مثلا دیگر علما رو مثلا کتاباشون خونید یک اونجا نفهمو شد چیکار میکنه کی رو میپرسید هرگز پرسیدن نمیشه با مجبور میشه پیش همون نزد یک عالمی یک معلمی میپرسید برای همون معنای علم چیست تعلم علم بگیر و فهم بفهم خیلی نه که مثلا در درس شیخ گفتن گیره هم کله جمودن گیره خدای که مصیفتا ایشون نوردین مثال یک اهل بدعتی هست که لغلق کردن میگیره در تریبونه هر یک آیت انده آه گفتن میگیره خلقا برابرش کله جمودن میگیره و کله وقتی که میجنبد که شما تصدیق میکنید این اشاره به تصدیق است بله راست میگوی حق است گفتگی گپ لیکن بسیار آدما هستن که وای کلش میجنبد و درون کلش نمیجنبد درون کلش باید تماما در دیگه جا هستن برای همون وقت هم میگو تعلیم که گرفتی فهم شیخ چی میگوین اقلا 50% زیادتر باید فهمی با باقی موندی فایزش در خونه مراجعه و میکنی با بسیار نفهمی 10% که شما اومده با سوال میفهمی علم آموختن همیشه میشه علم میگیری تعلیم میگیری میفهمی و میگی و تیقن یقین حاصل کن تیقن معناش چیه یقین حاصل کردن یعنی هر چیزی که مثلا گفتن که اعلام معناش تعلیم گیر هست وقتی که شما این معنا رو نص فهمیدید یقین حاصل میکنید اگر ما با دو گمانو شد وید که این اعلام معناش فهم گفته بودن در درس یا که مثال خان گفته بودن چی معنی ده این یقین حاصل نکرده فهمیدید تو برای همون یقین حاصل کردن این دفع کرده شک و شبهه هست در کسی که یقین باشد شبهه نداره فهمیدید تو شبهه کدام وقت دفع می شود کدام وقت انسان یعنی که یقینش زیاد شدن میگیرد علما گفتن که کل ما ازداد العلم ازداد الیقین چقدر که انسان علمش زیاد شدن گرفت یقینش هم چی میشد زیاد شدن میگیرد یقین یک چیز است که شما را هزار اهل بدعت هزار مردم در امتحان افطارونده یعنی سوالهای برجاه و بیجا میتن شما یک خیل میسده گفتم با مثال بسیطی کودکانه مثال بسیطی عادی کودکانه یک طالبی مکتب خونه مثلا معلم در وقت امتحان میگوید که 2 × 2 چند است میگه که 2 × 2 4 اعضایان کمیسیون همه در خنده میدارن همه در خنده چی 2 × 2 4 میشه تو چه خیلی مکتب خوندی نه خود 2 × 2 4 شود یعنی 2 گفتگی گپ وقتی که این طلبه یقین حاصل که نداشته باشد یقین نداشته باشد باوری نداشته باشد در خنده و تز شکست حال میشه نمیبخشید میگه تز دوست کرده چیکار مهنت تازه میکنه با مینویسه فکر میکنه 2 × 2 نخواد 4 نباشه گفته این کسی است که علمش کم است در اساسی که علمش کم است یقینش هم ضعیف است فهمیده وقتی که وای باوری کامل کی دارد یقین کی دارد و 2 × 2 چند است 2 × 2 4 هزار خواندن برای امتحان میخوندن کو باید مثلا دیگه مسخره نه برای خاطر سنجیدن یقین دارد یا نه و آخر مثلا هزار خواندیدم 2 × 2 4 نه خود 2 × 2 4 شو 2 × 2 4 میشد میگن نیست انا این چی میگوین این یقین از چی زیاد میشود از علم زیاد میشه بارک الله فیکم نعم وقتی که مثلا گیریم وقتی شما رو میگن که اصول ثلاثه خواندی ها خواندم با فهمیدید فهمیدم یقین حاصل داره ها یقین حاصل داره بس سوال میتن بس سوالا به جواب دادن با معلوم میشه آیا شما یقین داره یا نه یقین تو که مثلا یقین از یقین افتیده از فهمیدن میافته از فهمیدن که غلطه از تعلیم گرفتن میافته اینا با یکدیگر وابستگی دارن برای همون معنای علم چی بوده است ای تعلم وافهم و تیقن تعلیم گیر و چیکار کن بفهم فهمیدن در اینجا اومده برای فهمیدن آخه و یقین حاصل کن یعنی باوری تام حاصل کن که این باوری تو در آینده تمامی شک و شبهت از تو دفع میکند مفهوم قوله یعنی قول ماتن یعنی که صاحب متن رحمك الله شیخ محمد بن عبدالوهاب در حق من و شما در تمام برای تمام خواننده ها گفته است که رحمك الله تو را رحمت کنه هذا دعاء لك بالرحمه این دعا با فایده تو است در کجا که لک بیاد به فایده تو میشه علیک شب بر ضرری تو هذا دعاء این شیخ محمد بن عبدالوهاب در حق تو دعا کرده است با چی
چی دعا کرده؟ بالرحمتی، با رحمت. گفته ایستاد است که الله، من یعنی مسئلت دارم که الله تو را در زیر رحمتش قرار دهد. کسی که در زیر رحمتی الله سبحانه و تعالی قرار گرفتگی باشد دیگر بیشک شبهه و در اون آدم پرابلم نیست ان شاء الله. مهم یعنی که در زیر رحمتش الله سبحانه و تعالی من شما را گیرد. و هذا ايضا كما سبق في ان المعلم ينبغي ان يتلطف مع المتعلم. و این نیز کما سبق طوری که در درس‌های گذشته گفتیم گذشت، فی ان در بیان این است که فی ان در بیان این است که درباره آن هست که معلم باید که لطف مهربان باشد مع المتعلم، با همراهی درسگیر. معلم باید که نسبت متعلم چی باشد؟ دلسوز و مهربان باشد. همین شیخ محمد بن عبدالوهاب مثلا از من شما قرضدار نیست؟ هم خیلی من شما رو غایبانه چند سال پیش در حق مدعا کرده گفتند که اعلم رحمک الله، گفته است معلوم شده است که این من شما را لطف کرده است، من شما متعلم است. همچنین باید که تمامی کسانی که تعلیم میدهند مانند مثلا شیخ محمد وهاب یعنی که نسبت طالب علمان خیلی غمخوار و دلسوز باشند. گرچه که مثلا معلم رو این معنا نداره که مثلا شما درستون حاضر نباشه ما آواز معلم مثلا آواز بلند نکنه یا که سخت نگه، نه، هر یک چیز مثلا موضع دارد و مورد دارد. هم خیلی سعی بله. و ان یدعو له و یرغبه، باید که معلم یدعو له برای متعلم چیکار کند؟ دعا کند. له یعنی به فایده هر دعایی که به فایده متعلم باشد دیگر الله علم زیاد کنه، الله تو رو توفیق دهد. مثلا یک از بعضی طلب میاد که شیخ من چیکار کنم، هیچ سرم مثلا قبول نمیکند، اما میشده باشه یعنی ان شاء الله میشد، ان شاء الله دعا کردن کنه. دعا هست الله سبحانه و تعالی قرآن میگه سوره طه دیگه ربی زدنی علما، پروردگار علم من زیاد کن. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اللهم انی اسالک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. همین دعاها رو گفته او رو چیکار کنه؟ یرغبه، در علم چیکار کند؟ هوسمند کند، رغبت دار و دلسوز و حرکت دارش کند. فهمیدید؟ خانه رفته نرسیده با خواهد که با پیش استاد برگردد، نه اینکه مثلا کاری کنیم که مثلا طلبه ها همین از درس برآمدن کتابا رو پشت سر کنن دیگه، اون که کاش که با بعد یه هفته بود دیگه بخوریم که دیگه عذاب کشیدیم. هم خیلی هم خیلی معلم هست که مثلا پیش از اون که مثلا میری دلت تنگ میشه، دلت زغ میشه. بله. فإن هذا من أعظم وسائل التعليم. بدرستی این اسلوب، هذا اسلوب اشاره کسر، این اسلوب از همه بزرگترین اسلوبی تعلیم دادن است. یعنی اسلوب طرزی چی است؟ وسیله علم آموزی. ولا ينبغي له، نباید که مدرس را ان يقابل المتعلم بالقسوة والشدة والغلظة، مقابل شود، مقابل روبرو شود با کی؟ بالمتعلم، با متعلم روبرو شود با چی؟ بالقسوة، با سختی و شدت و الغلظة و سخنهای دغل، سخنهای درشت، غلظه. لأن هذا ينفر عن العلم، زیرا چنین کار از علم طلبه را چیکار میکند؟ منفور میکند، میگریزاند. ثم هذا أيضا يدل على النصح من الشيخ رحمه الله. سپس این اسلوب اعلم رحمك الله گفتن نیست دلالت به نصیحت شده ایستاده است. فهمیدید؟ این از جانب شیخ محمد بن عبدالوهاب بری شما، بری من و شما چی شده ایستاده است؟ با هم دعا کرده است، هم نصیحت کرده است که شما هم نسبت کسانی که این رساله رو به اونها به سمع اونها میرسونید یا که درسشون میده یا که دعوت میدهید انا میخیل کنید. گفته دلالت به نصیحت شده ایستاده است رحمه الله تعالی. و انه يريد النصيحه والمنفعه والتوجيه السديد. شیخ محمد بن عبدالوهاب با گفتن این عباره میخواهد نصیحت کردن را و منفعت و فایده را میخواهد و توجیه درست و توجیه راست، نپراولین درست میخواهد به شما. فهمیدید؟ توجیه یعنی که اتجاه سالم به شما میخواهد. ما شیخ محمد بن عبدالوهاب با دمت میگوید که انه یجب، اکو شروع میشد،
أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. معنای متن این خیلی است که واجب است به هر فرد مسلمان و مسلمه آموختن این سه مسئله و عمل کردن طبق اونها. فهمیدید؟ به هر فرد مسلمان، خواه مرد باشد خواه زن باشد، آموختن این سه مسئله یک واجب است. با واجب است میگوید به اینها عمل کردن. خیلی که خوانده، من خواندم، من خواندگم نماز فرضه، من خواندگم غیبت حرامه، من خواندگم دوزه، نه، عمل واجب است. طوری که آموختن هر یک چیزی واجب است، با واجب با عمل کردن واجب است. همین خیلی است. شارح حفظه الله شیخ صالح الفوزان گفته ایستادن که قوله انه یجب، شیخ گفت که واجب است یعنی این مرادف فرض می باشد، یعنی که هم معنای فرض، خیلی که در معمولا در جای ما فرض میگن، واجب دیگه معنا میده. در مذهب ابو حنیفه مثلا واجب یک چیزی است که روی شبهه دارد، گمانی ایده مثلا، اما فرض یک فرضی که تمام شبهه نیست. این همون واجب فرض رو در نظر دارد، یعنی فرض است. الوجوب معروف عند الاصولیین، وجوب میگوید در نزد علمای اصول معروف است. این علم اصول یک مخصوص علم است که الله نصیب کنه در آینده میخونه. والواجب هو الشيء الذي لا بد منه، واجب و یک چیز است که الذي یک چیز است که لا بد منه، همون کار شدنش چیه؟ لا بد است، یعنی ضرور است، بیوین نمیشد. گفته که واجب یک چیزه، مثلا به نماز میشد؟ نه نمیشد. این واجبه یا خیر. به روزه میشد؟ نه نمیشد. لا بد، این واجبه آخر. بله. وقد عرفه الأصوليون، بتحقیق علمای اصول عرفه، او را تعریف کردن، شناس کردن. واجب چی بدونش عرفه، چیکار کردن؟ شناس کردن، معرفی کردن. چی گفتن؟ گفتن که بأنه ما يثاب فاعله و يعاقب تارکه، یعنی واجب آن چیزی است که ثواب داده می شود انجام دهنده آن را و عذاب داده می شود و جزا داده می شود تاریک آن را. فهمیدید؟ حکم واجب در شریعت همه خیلی بده، کسی که او را بجا آرد، بجرسه بجا آرد، ثواب داده می شود، فاعل او کننده او ثواب می گیرد، اگر مبادا ترک کند دیگر یعاقب، عذاب داده می شود، یا در دنیا یا در آخرت. و اصل الوجوب فی اللغه الثبوت والاستقرار. اصل واجب چیست؟ اصل واجب در لغت ثابت شدن، مستحکم شدن، ولی استقرار، معنای استقرار قرار شدن، نجنبیدن. فهمیدید؟ همین یک جان ایستادن در لغت این واجب میگفتیم. فهمیدید؟ در معنای لغوی، معنای فقهی و معنای اصولیش نگفتیم. یعنی واجب در لغت چی بوده است؟ یک جان قرار گرفتن. فهمیدید؟ یا که یک چیزی که می افتاد، استالبه ها یک چیزی کلام می افتاد، می جنبد بعد سونش اخیر چی میشه؟ قرار گرفت. اما میگه واجب، یعنی ثبت و استقر، ثابت شد، مستحکم شد، قرار گرفت، اجنبیدن. ها حال میبره دلیل. یقال مثلا میگه واجب کذا، فلان چیز واجب شد، کذا گفته فلان چیز، یعنی ثبت و استقر. معناش بعد چی میشده است؟ استوار شد و استقر، قرار گرفت، اجنبیدن مان. قال تعالی فی البدن، الله سبحانه و تعالی درباره بدن میگوید. بدن چیست؟ بدن شتران قربانی رو میگوید. فهمیدید؟ شترانی که اونها رو مخصوصا در مراسم های حج برده قربانی میکنن، اونها رو چی میگوین؟ بدن. یکتاش بدنه میشه. فهمیدید؟ بدن گفته شترانی یا که اشترانی قربانی. الله سبحانه و تعالی درباره اشتران قربانی میگوید فاذا وجبت جنوبها، نگاه ای یعنی سقطت علی الارض، یعنی وقتی که پهلوی اونها، پهلوی شترها، نگاه پهلوی شترها وقتی که می افتد در بالای زمین، وقتی که می افتد در بالای زمین می افتد، واستقر، بعد قرار میگیرد بعد افتیدن، میتتن همچون مرده،
بعد تذکیت یا بعد از او چیکار کردن؟ ذبح کردن. یعنی عادتا نگاه کنید اشتر دو اسلوب قطع میکشندش. اشتره اول گردنش میبرن اینه نحر میگوین، خونش میریزه میره و راستو ایستاده تماشا کرده ایسا این طرف اون طرف، خونش که ریختن گرفت سرش گرنگ میشه سقطت علی الارض، بالای زمین به پهلو می افتاد. وقتی که به پهلو افتید او رو با ایزینجی چیکارش میکنن؟ ذبحش میکنن. فهمید؟ این اکو نحر در پایان میشد، نحر اینجا میگن. بعد ابولو و گردنش دراز است که ابولو چیکارش میکنن؟ با ذبحش میکنن. بعد به همین قطع قرار هم تو مردی تیار میشه. انا همو افتیدنشه وجبت افسده الله سبحانه و تعالی. به معنای چی؟ ای ثبتت و استقرت. افتیده مستحکم شد و قرار گرفت. از جنبیدن چیکار کرد؟ از جنبیدن من یعنی واجب. این معنای لغوی هم تو مثال آورده است. مثال آورده است که یعنی که وجبه در لغت طوری که الله سبحانه و تعالی آورده درباره اشتران قربانی به معنای چه؟ قرار گرفتن، ثابت شدن. فکلوا جنوب پهلو جانب مله وقتی به پهلو افتید میگوین. اکنون وقتی که به پهلو افتید یعنی که مردی تیار شد، فکلوا منها، بعد از همون چیکار کنید؟ از همون بخورید و اطعموا و دیگران رو خورانید. یعنی مسکین و بینوا و دیگه جا سوره حج. فقوله خلاصه قول المؤلف شیخ محمد بن عبد الوهاب سخنش که یجب و واجب است که يدل على ان الامر ليس من باب الاستحباب، یعنی دلالت کرد همین واجب است گفتنش این دلیل شده ایستاده است کی علی ان کی این کار لیس من باب از باب مستحب نیست که مثلا این سه مسئله که حاضر ذکر میکند که اونها رو واجب است آموختن و با اونها با عمل کردن واجب است، این مستحب نیست. این کاری مستحب نیست که کنم ثواب میگیرم نکنم عذاب نیست. نه این خیلی نیست، یجب گفته است. من شاء فعل و من شاء ترک. کسی که بخواهد او را انجام دهد و من شاء با کسی خواهد چیکارش کند؟ ترکش کند. یک کس بود ترکش کنه این مستحبه. این خیلی نیست میگود بل الامر من باب الالزام من الله سبحانه و تعالی، بلکه این کار از باب لازم است از جانب الله. این شاید از جانب خودش نگفته است یا که از جانب عربستان سعودی نقل نکرده است. نه، این واجب است از جانب الله سبحانه و تعالی. لیس هذا الايجاب من قبل شیخ. گفتم دیده است خودشم این ایجاب، این واجب گردانیدن از طرف خودی شیخ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی بن محمد نیست. یعنی طرف خودش نیست که من شما را امر میکنم که این سه مسئله نویسگی منو چیکار کنید؟ ازبر کنید، به اونها عمل کنید. نه، از طرف خودش نیست. این از دلیل های قرآن و حدیث گرفتگیه، از جانب الله گرفته است. و انما هو من قبل الله عز وجل. و برعکس وی یعنی این امر من قبل الله عز وجل، از طرف الله سبحانه و تعالی است. فيما انزل في الكتاب، در آن چیزی که در قرآن نازل کرده است، و سنت، و آن چیزی که با در سنت نازل کرده است الله سبحانه و تعالی. من الزام العباد بهذه المسائل، از جمله لازم گردانیدن بندگان را با این مسئله ها. یعنی الله گفتگی است، پیامبر صلی الله علیه و آله گفتگی در احادیث صحیحش که یعنی که به این سه عمل بندگان باید چیکار کنند؟ یعنی که این سه چیز را، سه مسئله را آموزند و طبق اونها عمل کنند. این سخنی الله است و سخنی پیغمبر صلی الله علیه و آله. شیخ برای من شما درس داده است. خلاصی کلام الله، خلاصی کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله من شما اختصار کرده گفته است. قوله یجب علی کل مسلم و مسلمه، قول مؤلف گفت که واجب است به هر فرد مسلمان و مسلمه، یعنی یجب علی کل ذکر و انثى من المسلمین. واجب است به هر فردی، مرد باشد یا زن باشد از مسلمانان، سواء كانوا احرارا او عبیدا، فرق ندارن میگه، یعنی یکسان است ایشان آزاد باشند یا غلام باشند، ذکورا او اناثا، مرد باشند یا که زن باشند. لان المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجب، زیرا آنکه زن هم شریک مرد می باشد در بسیار از واجبات.
الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه و اقیموا الصلاة، مردانه گفته است و اقیموا الصلاة، نماز خوانید. مگر این امری الله سبحانه و تعالی واجب نیست؟ واجب است. آیا این واجب گرچنده که فرمی مردانه باشد به زنها تعلق ندارد؟ تعلق دارد. برای ما میگوید که بسیار آیات ها و بسیار احکام شریعت است که بسیار واجب است که ان المرأة تشارك الرجل، زنک شریکی مرد می باشد. نماز خون، زنت هم نماز خوند. روزه دار، زنت هم باید روزه دار. هم فهمیدید نه؟ الا ما خصه الدلیل بالرجال، مگر آن چیزهایی که دلیل مخصوصا آمده است برای که مردان، مگر اون چیزهایی که با مخصوص اگر برای مردان آمدگی باشد، در اون وقت از این یعنی از گردن زنها این امر این واجب چی میشد؟ ساقط میشد. مثلا امر کرد که جهاد مردا باید، یا که نماز در جماعت ادا کردن به راجح ترین روایت ها، مثلا زنه که در جماعت در مسجد جماعت خوندن واجب نیست، اگر شوهر اجازه شوهر بکنه، یعنی که همون راجح قولی راجح همین است که یعنی که این واجبیتی نماز جماعت برای مردای خاصه. فانه یختص بهم، پس این برای مردها به مردها خاص می باشد. مثل وجوب صلات الجماعتی، مثلا مانند واجب بودن نماز جماعت فی المساجد، در مسجدها، طوری که گفتم علی قول راجحی، به قول راجح. و صلات الجمعه، نماز جمعه به مردا واجبه. و مثل زیارت القبور، زیارت قبرها به مردا، فانها خاصه بالرجال، این خاص به کیه؟ به مردان است. و مثل الجهاد فی سبیل الله، و مانند جهاد کردن در راه الله، فانه خاص بالرجال، اینها همش خاصه به کی می باشد؟ به مردان می باشد. مفهوم؟ فما دل الدلیل علی اختصاصه بالرجال فانه یختص بهم، پس هر دلیلی که مخصوصا آمده باشد به مردان وی مخصوصی اونها می باشد. و الا وگرنه فان الاصل، اصل ان الرجال والنساء سواء فی الواجبات، اگر نمیگود اساسا میگود اصل همین است که مردان و زنان یک خل می باشند فی الواجباتی، در واجبات، و تجنب المحرمات، در چی با؟ در یک جانب شدن از حرام کرده ها، و سایر التکالیف، و دیگر فرمان های شریعت، و دیگر سایر گفته دیگر میشد التکالیف یعنی فرمان های شریعت. فهمیدید؟ یعنی که در کجا که قرآن انده یا که حدیث انده واجب آمده است، این به مردها هم تعلق دارد و به زنها هم. الا کدام وقت استثناء می شود؟ وقتی که مخصوصا این برای مردهاست گفته ذکر شدگی باشد، دیگه به زنها از زنها ساخته میشه. اگر مخصوص نباشد، دیگه عام آمدگی باشد، در عام در تحت عام، یعنی که زنها هم داخل میشه. فهمیدید؟ مثلا یگون زن حق نداره گفت که مثلا الله در قرآن گفت که واقیم الصلاه فرم مردان اقیم نگفت است که میگه مثال دیگه اگر نه هست بود دیگه جان نماز میخونن زنا گفت مثال دلیل بیارن دیگه میگه نه در تمام واجب ها شما زنها داخل هستید، میگه زنای مسلمان در تمام، الا در کجا که استثناء شده باشه، یعنی اسکلچر شده باشه. مفهوم؟ انتم معي؟ بلى اذا كان خلاص. نعم. ومن ذلك الجملة أن تعلم العلم واجب على الرجال والنساء، از جمله همون واجبات، ذلك اشاره به واجبات. از جمله واجبات چیه؟ که مرد و زن یکسان می باشند، یک خل می باشند، مشترک می باشند. آموختن علم واجب است به مردان و زنان. همه خیلی است. یکون زن حق ندارد که تو خودت آموز بس. نه. لأنه لا يمكن عبادة الله عز وجل التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربنا. لأنه چونکه ممکن نیست عبادت کردن الله جل وعلا التي آن عبادتی که ما را الله به خاطر آن آفرید، هم خلا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا بتعلم العلم، مگر به آموختن علم. یعنی تو نمیتونی طوری که الله گفتی است که من تو را برای عبادتم آفریدم، همون طبق گفتی الله تو الله را عبادت کردن نمیتونی مگر به چیز؟
بتعلم العلم. اول باید تو علم باب نماز طهارت فهمی چی خیل الذي آن علمی که نعرف به ما به طفیل اون با یاردم اون میشناسیم عبادت ربنا، عبادتی پروردگار ما. در درسای گذشته گفتیم که در درسای گذشته گفتیم که تو چی خیل میگود عبادت میکنی ذاتی رو که نمیشناسی، تو چی خیل پیغمبر اعتراف میکنی محمد رو که علیه السلام تو نمیشناسیش، نمیدونی کی پدری او کیست، مثلا از کدوم چی خدمت ها کرد، چند سال عمر نمیدونی، چی خیل تو دعوا میکنی که وای پیغمبری من است. سبحان الله سبحان الله. فهذا واجب على الرجال والنساء، این واجب است بالای مردان و زنان ان یتعلموا امور دینهم، باید که تعلیم بگیرن، درس بگیرن کارهای دین خودشون، لا سیما امور العقیده. فهمیدید؟ خصوصا کارهای عقیده را، خصوصا علم عقیده را باید که یکم درجه اول بیاموزید. یعنی از نماز هم پیش باید که شما علم عقیده را درس بگیرید. لا سیما خصوصا، لا سیما خصوصا میشه الصبر. قول شیخ که ثلاث مسائل، سه مسئله، یعنی آموختنی سه مسئله. التعلم هنا معناه تعلیم گرفتن چیست؟ یک آدم گفتیم که قرص دیسک میمونه تعلیم گرفتن میگیره. یک آدم کتاب میخواند، من عربی رو میدونم، گفته بعضی آدما میگن که ما مرکز خوانده تمام کرده خود محقق میفهمیم. خاک میفهمی تو چقدر یعنی که اهل عرب هستن که از منهج سلف صالح دور هستن. یک مثلا یک اعوذ بالله یک فتنه شیطان است. مثلا من مرکزا رو خونده عربی رو میآموزم، با خودم حقیقت جدا میگم، با میدونم کدوم عالم حق و کدومش ناحق. نه، هرگز نمیدونید. سبحان الله، جاهل این. التعلم هنا معناه، یعنی در اینجا معنای تعلیم گرفتن چیست؟ التلقی عن العلماء، یعنی از عالم ها گرفتن. تلقی معنای الاخذ، از عالم ها گرفتن. والحفظ معنای تعلیم گرفتن با چی است؟ همون گفتی عالمان از بر کردن، از یاد کردن. والفهم همون گفتی اونها را فهمیدن. والادراک و گفتی اونها را چیکار کردن؟ درک کردن، حس کردن. وقتی که میگو که غیبت حرام است، تو حس کن که سبحان الله این حرامی تا کدوم اندازه باشه. وقتی که میگو گمان بد یعنی درست نیست، تو باید حس کنی که لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. درس گرفته مثلا درباره غیبت. آیا میخواهد یکی شما که گوشت برادر خود را زنده به زنده یا که مثلا مرده باشد و خورد؟ اینو درک کردن. هذا هو التعلم. اینه میگن تعلیم گرفتن. لیس المراد مجرد قراءة، مراد از تعلیم گرفتن این نیست تنها خوندن او مطالعه حره کما یسمونها، یا که مثلا مطالعه آزادانه خیلی که اون میگوین. یعنی که مردم امروز میگن که مطالعه حره، مطالعه حره این آزادخانه مثلا هیچ کی شما رو نمیگرداند، هیچ کی خطاگیتون گم نمیزنه، هیچ کی به سرتون داد نمیزنه، هیچ کی شما رو سخت نمیگه، درستون نمیپرسه. آزادخانه چه؟ کتاب میگیری میخونی، فهمیدی میفهمی نفهمی و پشت سرم میگی میپرتایی. فهمید این چی میگن؟ اینا مطالعه حره کما یسمونه، خیلی که در بین مردم عرب میگفتن اینا. هذا ليس تعلما. اینا چی میگن؟ این تعلیم گرفتن نمیگن، هیچ چیز نمیگن. انما التعلم هو التلقي عن اهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وادراكه تماما. هذا هو التعلم الصحيح. برعکس علم گرفتن چیست؟ این گرفتن است از اهل علم با حفظ کردن آن علم و فهمیدن همان علم و درک کردن همان علم تماما. انا همین است تعلیم گرفتنی صحیح، یعنی درست یعنی تعلیم گرفتنی درست همین است. غیر از این دیگه چی بوده است؟ از گفت شیخ برمی آید که نادرست. کسی حدیث که می آموزه نادرست، کسی از بزرگ کسی از مرکز کتاب نه. اما مجرد القراءة والمطالعه، مطالعه خوانده میشه. باید تفسیر گذاشت. خوب بفکرم. اما مجرد القراءة، اما تنها خوندن
و مطالعه کردن، چشم هم تو گذروندن. فانها لا تکفی فی التعلم، در علم آموزی این کفایه نمیکند. من خواندگم این کتابه، اصول سلاسل من خواندگم، من کایبل خواندم میگم. و سوالش تیر یکی میشه اصل گفزن میگه که خیلی در کتاب نوشته. الله اکبر، تو نخوندی اینه. لا تكفي في التعليم، در تعلیم گرفتن کفایت نمیکند. و این كانت مطلوبه، گرچند که مطلوب است، باید که هر یک کتاب خونی آدم، این مطلوب است، باید هر یک طالب علم چیکار کند؟ نخونده نشینه. بغیر از این درس دیگه درسایی هم که برای قوت دادن، برای علم افزایش دادن خواند. و فیها فایده، در خواندن اینها فایده هست. لکنها لا تکفی، لیکن تنها با خواندن خودت این کفایه نمیکند. ولا یکفی الاقتصار علیها، به این کفایت کردن کفایت نمیکند. اختصار کفایت کردن میشه. نگاه کنید نه، شما این حکمت، این مرحمت الهی رو ببینید که مثلا یک کتاب شما میخونید میگه هذا حدیث ضعیف، من میگم که این حدیث ضعیف است، تمام میگذارید برا. اما وقتی که شما از شیخ درس میگیرید، شیخ چیکار میکند؟ زیرا که در متن این میگه فلانی فلانی است و کذاب است میگه، بالمثال میگم تز شما در قید میکنید. اما وقتی که خودتون در پیش خود خوانید میبینید که هذا حدیث ضعیف میگه، برا صاحب کتاب شما مجبور برای این چی ضعیف میخزید کتابای بزرگ اهل حدیث میگوید که برای چی ضعیف بوده، یعنی وقتتون صرف میکنید برای خاطر این چی به ضعیف بوده است. گفته باید فهمید دیگه میخزید از جمعه جنبید با ورق زنی دیگه کتاب کاور سر میکنم خلاص. اما این حکمتی بزرگ بینه که وقتی که شما با معلم که از معلم که شما تلقی من علم میگیرید، معلم آسونک برای شما چی میگه؟ شما رو نمیخزوندم خلاص، شما رو مجبور نمیکنه، بگو که تیاری نویس. چخلک شیخ ما میگه که الطالب معه قلم و دفتر، قالم ورق و دفتر و قلم داره. تست چیکار میکنه؟ اونجا میرسه در اسناد این فلانی بوده است، تمام. زیرا اون که اون شیخ همین خیلی گرفتگی از شیخش. یگو اون کس پیش از خودش مثلا عالم علامه و شیخ نشده است، انا میخواد به تلقی گفتن شیخ اون میمیسه. بله سونی بعد از گفتی شیخ وقتی که شما فرصت مییابید و میخیزید مثلا همون کتابایی که شیخ در وقتی درس دادن نمبر کرد میکشید با تفصیل و با یعنی که به ایضاح و کلام به تفسیرش میفهمید. این دیگه اینم گفته که مطلوبه، اینم مطلوب است، یعنی با اینم در کار است. میگه ولا يجوز التتلمذ على الكتب، نه تتلمذ طلبه شدن، تلمیذ جایز نیست طلبی کتاب شدن. لا يجوز ولا يجوز التتلمذ على الكتب، طلبی کتاب ها شدن جایز نیست. كما هو الواقع في هذا الوقت، چخیلی که واقعا شده ایستاده در این وقت. یعنی در این وقت بسیار آدما هستن که می طلبی کی می طلبی کتابا شیخ حسینی خوندم. شیخ حسینی خودش دیدید؟ نه ندیدم. یگو شیخ زنده رو دیدید؟ نه ندیدم. ابا کجا این گپ پروژه سعودی قدر دهن الو میگوره، خصوصا روسیه. هر باره که میشینید همو قطیب بدعتیا و مثلا مولود خونا 10 سومه 20 سومه جمع میکرده که ملا میشینید میگوید که دفعه حلاله و حرام است. مجاهدا زور کردن، مثلا حسن بنا خیلی حسن تعریف کردن میگیرن. من کی گفت اینم؟ یک کتاب خوندم میگم، در اینترنت دیدم میگم. یعنی نیست الله من الشیطان لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا. نگاه کنید، زیرا که طلبی کتاب شدن بی‌نهایت اپسنه، یعنی خطرناک است. طلبی کتاب شدن این بگو چی؟ خطرناک است. یحصل منه مفاسد، پشت این چی؟ فسادی ها روی میدهد. و تعالم همین خیلی مثلا علم های بافته پیدا می شود که اضر من الجهل، از جاهل دیده ضررش بیشترتر است. فهمیدید؟ چرا؟ لأن الجاهل يعرف انه جاهل، زیرا جاهل قانعه که من جاهلم. میگم هم خیلی نخوندیم، ندیدم، ندونستم، با شیخ نشستم میگم کتاب نخوندم، میگم جاهله. و یقف عند حدی، همو حدود خودش میایستد، حدودش نمیگذره. فهمیدید؟ جاهل میپرسن که مثلا فرضای نماز چیه؟ میگه دادر من از کجا میدونم.
اما تتلمذ باشد اون عالم تراش چیکار میکنن؟ او میپرد. یقفزوش خیلی که شیخمون بگه. لكن المتعالم عالم تراش میگن. یکی شیخ کشید با همراهی شیخ نشستگی آدم متعالم میگن. طلبی کتاب شدگی، طلبی اینترنت دارش میگن متعالم، عالم تراش. یرا انه عالم، خودش عالم میبیند میگه. فهمیدید؟ یرا انه عالم و الک عالم علامش دیگه. چقدر ما انسان‌ها رو دیدیم که همون ریشو لباسای سیاه و لباسای درازش خلقو میترسن، جوانو در گردش حلقه میزنند و سوال میکنن برادر همین میشد یا نمیشد. الله اکبر. چقدر آدم‌ها رو ما دیدیم که ریششو از لباسش دیده جوانا از جهالت در گردش حلقه میزنن. اما خوندگی ها مدینه خونده است یا که شیخ دیده است بیچاره یک کنج مسجد نشسته اون که نزدیک نمیکنه. بسیار دیدیم حاضر میخواد دیگه. بله. لكن المتعالم يرى انه عالم، زیرا عالم تراش چیکار میکنه؟ خودش عالم میبینه داخل و کتاب خوندگی و اینترنت هم دیگه. فيحل ما حرم الله، بس چیکار روی راست حلال میگود حرام کردی الله را. و یحرم ما احل الله، و حرام میگود حلال کرده های الله را. فلانی میگود زلده در مثال فلانی میگود پلام نداد میشه در این مزنه مثال گریم رزبورش نمیشه میگود. الله اکبر. این میشه در کجا گرفتی؟ مثال دیم بریم مثال گوشیم. میشه فلانی من کرده مثال ماشینی میگرفته و گون کرده من میتونم دیگه ماشینی بگیرم یا که زلاج بگیرم خونش یه چیزی بگیرم. میشه میگه کافر مولاش. چقدر دیدیم و چقدر مثلا همین فتنه ها به گرفتار شدیم. همه اینا از چی هستن؟ از جهالت هستن. برای ما شیخ الاسلام شیخ مدرس بسیار میگویم. شیخ الاسلام ابن تیمیه در فتاوی میگن که عالم جاهل میشناسه. فهمیدید؟ وقتی که عالم در مسجد درآید میبینه توپایا و غبیا و احمقا کی نشستگن. گرچه در گردی تودم با جوانو جمع میشن. جاهلا رو میشناسه عالم. برای چی؟ اگجا آخه این عالم یه وقت جاهل بود. فهمیدید؟ اما اون جاهل در 100 سال عالم نمیشناسه. برای چی؟ لانه لم يكن عالما يوما من الدهر. یگون روز در عمرش عالم نبود. هیچ ممکن نیست که انسان عالم باشه یک بار بعد آساسه به درجه جاهلی رسد. نه. انسان هر باری که درس گیرد در پیش کدام استادی که نباشد به شرطی که عقیده صحیح سال من کدوم استادی باشه اون گفتم که مثلا درجهش مثلا عقیدهش ویرو نه. استادهای سلفی مثلا زینه دارن مثلا رتبهش بلند است، علمش زیاد است، شیخ ما باشه شیخ ما 3 سال برابر هم نیست مثلا در پیش کدام استادی که شما درس میگیرید البته یک نویگیری میشنوید که همون لحظه حس میکنید جاهل بودنتون. خلاص بله. برای همون من شما مقصد ما این خیلی امام و یک مشهور شدن و همه ما رو مثلا با انگشت اشاره قطعه فلانی گفته، نه به این مقصد نخواهد. ما نیتی اساسی ما علم آموزیم که از درون ما جهل برآمده رود به سبب وارد شدن علم. چون وقتی که علم داخل شود جهالت برآمده رفتن میگیرد. همین خلاصه نیتی ما همین است. بله. و یتکلم و یقول علی الله بلا علم، گپ زدن میگیرد از دهنش علاب میبارد و میگوید بالای الله نه بلا علم. الله خیلی گفته که الله اجازه داد، نعوذ بالله. فالمسألة خطيرة جدا. این مسئله شوخی نیست میگوید، این مسئله بسیار بسیار با خطره. فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة. روی راست از کتاب علم گرفتن نمیشود. مباشرتا گفته بی واسطه گرفتن نمیشود. میگه انما الكتب وسائل، این کتاب ها وسیله ها وسیله میباشند، واسطه میباشند. اما حقیقت العلم فانها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل. اما حقیقت علم را به درستی گرفته میشود از علما، از یک اهل زمان به اهل یک زمان دیگه. جیلا بعد جیل یعنی یک پکلین به یک پکلین دیگه.
یک دور به یک دور دیگه، یک دور به همخیت دور به دور، گروه به گروه اومده ایستاده است علم. والکتب انما هی وسائل لطلب العلم، کتاب ها باشند اینها تنها وسیله و واسطه برای علم آموزی می باشند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.